تو شرکت دنبال دوست پیدا کردنی؟ آره. از نظر تو مشکلی داره؟ آخه گفتی نمیخوای مدت زیادی اینجا بمونی. من دارم مدنی رفتار میکنم دمیر. نمیخوام با لروکس دوست بشی. چیکار کنم؟ باهاش بد رفتاری کنم؟ باهاش صمیمی نباشی کافیه. این چیزی نیست که فقط به من بستگی داشته باشه. لروکس دختریه که با همه رابطه برقرار میکنه. ای لول، در مورد لروکس به من نگو، اونو بهتر از تو میشناسم. لطفاً بینتون یه فاصله ایجاد کن و این فاصله رو همیشه حفظ کن. بقیه هم از این قضیه مستثنا نیستن. بعد از قانون ممنوعیت عشقی حالا ممنوعیت دوستی میذاری؟ خیلی خوب باشه، اما لطفاً اینقدر مثل دشمنا به من نگاه نکن. گفتی تا من برم صبر کن ای لول. همونطوری که میبینی دارم صبر میکنم، اما نمیتونم جوری رفتار کنم که انگار خوشحالم. این تقویم خوبه، میتونی برای مشتری بفرستیش. چیز دیگه هم هست؟ نه نیست. خوبه. مروه، از برو خبری هست؟ کار اون شرکت چی شد؟ تازه براشون رزومه فرستادیم آیدا، به این زودی خبر باشه نمیدم. اما دوستم گفته بود کارشون اورژانسی و زود بهتون زنگ میزنن. چی شد پس؟ وایسا. الو برو جون، چطوری؟ چه خبرها؟ تو ایمیل تو چک کردی؟ آخه در مورد اون کار رو میگم. باشه عزیزم، میدونم صبح نگاه کردی، اما خب بازم نگاه کن، شاید خبری شده باشه. گفت الان هیچی نیست، اما به آیدا گفتن به کارمند نیاز دارن که. ای خدا. برو. چی شد؟ طلبکارم. باشه موفق باشی عزیزم، برو به کارت برس. باشه میبوسمت. خبری نیست؟ مروه میگم شاید تو اسپم این چیزی باشه، میگفتی خوب نگاه کنه. سرش خیلی شلوغ بود، نتونستم ازش بپرسم. باشه اما مروه جون این وسط دوست منم هست، اگه دعوت کرده باشن و جواب نداده باشه خیلی بد میشه. بریم پایین دیگه، کار خودمه، باید خودم این کارو حل کنم. بیا بریم. چجوری میخوای حل کنی؟ بیا آیدا جون زود باش. باشه تو اونا رو بذار اونجا. مروه جون داری چی کار میکنی؟ دارم به کارا سرعت میدم، باید ببینم به برا ایمیلی اومده یا نه. شما باز دارین چی کار میکنین؟ داریم ایمیل برا رو چک میکنیم. مگه رمزشو میدونی؟ خب آره. واقعا میگی؟ مگه چیه؟ اونم مال منو میدونه. شما چجوری به این حال و روز افتادین؟ یعنی تقریبا بعد چه مدت زمانی اینجوری شدین؟ امیدوارم بعد یه مدت طولانی، حتی اگه ممکن باشه هیچ وقت. اونجا اطلاعات منم هست. عزمیه تو حالا تو زندگی از کسی اطلاعات شخصیشو پرسیدی؟ لازم نیست من چیزی بپرسم، وقتی به چشمای کسی نگاه کنم زود همه چی میفهمم. السلام. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی شده مروه؟ ایمیل اومده، ایمیل اینجاست اومده. چه ایمیلی؟ دروغگو، داره فریبم میده، تازه میگه نمیدونم. آیدا چی شده؟ خب رزومه برا رو به یه شرکت خیلی خوب فرستاده بودیم، اما اون کار رو رد کرده. ببینم برا تو منو مسخره کردی ها؟ بهت پیشنهاد کار دادن، اون وقت تو بهشون گفتی به آنتالیا اسباب کشی کردی؟ یعنی چی به آنتالیا اسباب کشی کردی؟ گفتی موقتی، گفتی بر میگردم. من به خاطر تو خونوادم رو ترک کردم مرتی که. دروغگو، من با تو هیچ جا نمیام، هیچ جا. بیشور.
دروغگو. آروم باش مروه. برم کن. هیچی از اون نباید اینجا بمونه. باید اینا رو برداریم. مروه جونم آروم باش عزیزم. از میا بیار لطفا. باشه الان میارم. این یارو منو ترک کرده، میفهمید؟ پیشنهاد ازدواج بهم داد و رفت. پس ما چرا ازدواج کردیم؟ چرا ازدواج کردیم؟ آروم باش. پس ما چرا ازدواج کردیم ها؟ مروه جون یه چیزی بگو. آیدا تقصیر من بود. دارم دیوونه میشم. پس این آدم چرا پیشنهادمو قبول کرد؟ چرا با هم ازدواج کرد؟ چیزی نیست. ولم کن. خیلی دارم عذاب میکشم. داغون شدم. درست میشه. دمیر خان کجا؟ بورا تو داری چی کار میکنی؟ بلیطتو همین الان برات میفرستم. با اولین پرواز میای اینجا. یعنی چی نمیام؟ باید بیای بورا. این چی بود؟ من نمیتونم به کی چی بگم. میخواین بگین من از اولش گفته بودم مگه نه؟ یعنی برای همین تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی رو گذاشتین؟ راحت باشین دمیر خان. بگین که حق با شما بود. بگین بفرمایید. نه موضوع حق داشتن نیست. پس موضوع چیه ها؟ چون تو شرکت اون کارو رو کردم میخواین منو اخراج کنین؟ اما من با برا کار میکنم. چجوری میخواین اخراجم کنین؟ پس دمیر خان ما برای چی اومدیم اینجا آخه؟ گفتم یکم هوا بخوری. درست نبود تو شرکت جلوی همه عصبانیت تو نشون بدی. میدونی چی میگم که؟ آخ بورا، ببین منو به چه حال و روزی انداختی. میدونین من اصلا به هیچ وجه فکرشو نمی کردم که برا بخواد با هم یه روز همچین کاری بکنه. بگذاریم. نمیخواین در مورد زندگی شخصی من چیزی بشنویم. هرچند چیزی هم واسه گفتن نیست. آرزوام نابود شد. همین. شاید اینجوری بهتر شد. یعنی به نظرم بهتره تا بدتر از این نشد. دمیر خان تا حالا بی خانواده موندی؟ من موندم. چون با برا ازدواج کردم مامان و بابام دیگه تو روم نگاه نمی کنن. شما اصلا میدونین که یه بچه از طرف خانواده‌اش طرد بشه یعنی چی؟ خوب نیست. البته که نیست. اما من حقم بود. چون عجله کردم. ترسیدم یه وقت جدا بشیم. من بودم که بهش گفتم بیا با هم مخفیانه ازدواج کنیم. آره من بهش پیشنهاد دادم. واقعا؟ اما انگار روزی که من اومدم اون داشت به پیشنهاد میداد. بعد از اون ممنوعیت ما دیگه نتونستیم به خودمون بیاییم. نمیخواد ناراحت بشین. اینو نگفتم که ناراحت بشین. یعنی نتونستیم جدا شیم. بعدش هم من یکم مغرور شدم. برای همینم نتونستیم کنار هم باشیم. وقتی دیدم داره از من دور میشه خیلی ترسیدم.
همونجا بود که بهش پیشنهاد دادم. ببخشید یعنی نه همینطوری وسط خیابون؟ آره یکم یهویی شد، اما خب فکر کردم واقعا داریم خوشبخت میشیم. خب مشکل اون خوشبختی با من نبود، اون بود که گذاشت رفت پیش خانواده‌اش. منم خانواده‌مو از دست دادم. دمیر خان اون به خاطر خانواده‌اش منو ترک کرد. بفرمایید مروه خانم. اینجا آرومتون نکرد. کجا میریم دمیر خان؟ من نمیتونم الان برگردم شرکت، نمیتونم میز برا رو ببینم. تو رو خدا منو نبری. نه نمیریم شرکت، با من بیاین. یعنی چی از مروه جدا شد؟ من تا حال اون بورا رو در میارم. وای تو رو خدا اینجوری نکن اوستا. ببین اوضاع همینجوریش هم به هم ریخته است. کسی هم کسی رو ترک نکرده. یعنی این سوء تفاهمه مگه نه؟ براک میگم سنگ زدی به برا، اون چی بهت گفت؟ کلی چرت و پرت گفت. ذهنش خیلی مشغول، اصلا نمیفهمه چی داره میگه. خب شما گوششو میکشیدین. یعنی چی دیگه نمیخوام برگردم؟ واه برید دستشو بگیرین بیارینش دیگه. میارم اما نه از گوشش، از دماغش میگیرم میارم میندازم جلوی مروه. راستی مروه کجاست؟ ای دمیر خان بردش. امیدوارم بیشتر از این ناراحتش نکنه. وای چی میگی تو؟ نمیکنه. مگه حال و روزشو ندیدی؟ اصلا روحیه خوبی نداشت. مطمئنم باز ناراحتش کرده. چه میدونم قانون رو زیر پا گذاشتی از این حرفا. از کجا میدونین فرخ خان؟ مگه دمیر خانو چقدر میشناسین؟ یعنی به جای اینکه اینقدر پشت سرش حرف بزنین سعی کنین یکم بیشتر بشناسینش خوبه. دمیر خان خیلی آدم خوبیه، به فکر همه است، آدم با مسئولیتیه. باشه بابا چیزی نگفتیم جونم، چون قانون ممنوعیت عشقی گذاشته بود اینطوری میگه. قانون رو زیر پا گذاشتن، رفتن ازدواج کردن. این که بچه بازی نیست. اما اصلا انتظار این کار از بورا نداشتم. نه فقط مروه رو بلکه همه ما رو ناراحت کرد. اگه باز دروغ نمیگفت خوب بود، چون دروغ گفت خیلی بد شد. من از همون اول حس کرده بودم این بورا یه جوراییه ها. آره اوستا محرم، من برات بلیت میگیرم، تو برو اونو بیار. نمیتونه به تو اعتراض کنه. آره نمیکنه. اون بورا باید برگرده اینجا. دوستان یکم بزرگش نمی‌کنین؟ یعنی درسته من دوستتون رو نمیشناسم، اما ممکنه افکار آدم ها عوض بشه. نمیتونه عوض بشه خانم، نمیتونه عوض بشه. هیچ کس حق نداره مروه ما رو ناراحت کنه. در ضمن بورام خیلی مروه رو دوست داشت. آدم ها همیشه ممکنه اشتباه کنه. شاید دوستتون باید این اشتباه رو میکرده. شاید اینجوری بتونه تصمیم بگیره که چی تو زندگیش مهمتر از همه چی. باشه ایلول خانم، اما نباید اون تصمیم رو قبل از ازدواجش میگرفت. اگه بعد از اینکه مروه رو از دست داد متوجه بشه که مهمترین چیز زندگیشو از دست داده چی؟ اون موقع خیلی دیر نمیشه؟ آره ممکنه خیلی دیر بشه، ممکنه توانایی بزرگی هم پس بده، اما این راه اونه. بعضیا با افتادن و بلند شدن راهشون رو پیدا میکنن. ایلول خانم راست میگه. ما همش داریم از دید مروه به قضیه نگاه میکنیم، اصلا نمیدونیم بورا تو چه حالیه. شاید یکم به زمان نیاز داره. یعنی ما یکم زیادی تو زندگی شخصی اونا دخالت کردیم. بهتره بذاریم خودشون تصمیم بگیرن و راحت‌تر راه خودشون رو پیدا کنن. مروه یه لحظه اینجا منتظر باش، الان برمیگردم. خوش اومدی دمیر. ممنون. خیر باشه، مشتریتونه؟ نه، مروه رو آوردم پیش تو، مدیر فروش ماست. این مروه همون مروه است؟ آره مروه واقعیه، ذهنش خیلی به هم ریخته است. همونایی که تو رو پیچوندن و رفتن ازدواج کردن؟
پس چرا دختر بیچاره رو به گریه انداختی؟ ای بابا واقعا که بداد. تو هم فقط بلدی منو مقصر کنی آره؟ من به این موضوع هیچ ربطی ندارم. با شوهرش دعوا کرده. دختر بیچاره وسط شرکت از عصبانیت کم مونده بود قش کنه. من آوردمش اینجا آروم شه. آوردیش اینجا؟ پسر اینجا مگه مرکز مشاوره است؟ خب میبردیش پیش بنیامین. بیخیال ودات بیخیال. اصلا بنیامین خان قاطی این ماجرا نکن. تازه از شهرش راحت شدیم. دوباره بلای جون خودمون نکنیم. ببین الان تو میدونی چی کار میکنی؟ همون برنامه مشاوره‌ای که همیشه به من میدادی و این دفعه برای این دختر پیاده میکنی. گل بکار، زمینو بکن، قشنگ شخم بزن. نذار فکر کنه. امروزو بگذرونه حالش خوب میشه. آها. از دمیر قلبچی به دمیر ارندیل رسیدیم. داداش تو یه قانونی داشتی تو زندگی شخصی مردم دخالت نکنیم. چی شد؟ اون در چه حالیه؟ تو به حرفای من گوش نمیدی؟ میگم دختره وسط شرکت داشت قش میکرد. وایسا. مروه خانم میشه بیان؟ وداد خان صاحب اینجا. مروه خانم مدیر فروش من. وداد خان امروز تو گلخونه نیاز به کمک دارم. شما بهشون کمک کنی. اینجا یه جای آروم و دنجه. من سری میام پیشتون. باشه دمیر خان. پس موفق باشین. میبینمتون. دمیر خان خدافظ. یه لحظه ببخشید. دمیر خان یه لحظه. پسر این مسخره بازی‌ها چیه؟ این داره از ته دل گریه میکنه. من چجوری با این دختر کار کنم؟ اگه اینجا هم قش کنه من چی کار کنم؟ نمیکنه. تو یه انرژی داری که آدما رو آروم میکنه. تو خودت میتونی حلش کنی. مطمئن باش. ای خدا بگم تو ای خدا نداره. من باید برگردم سر کارم. ببین تو شرکت کلی کار رو سرم ریخته، باید حلشون کنم. وضعیت دختر خیلی به هم ریخته است. تو از کی تا حالا اینقدر بی‌وجدان شدی؟ تو حلش میکنی فعلا. شما رو هم مثل من ناراحت کردن آره؟ ببین چقدر پژمرده شدن طفلیا. آی دوبله شده در استودیو جیم. خیلی ببخشید من فکر کردم گوشی منه. نه مال منه. الو دمیر. نه فقط نگران بودم مروه رو کجا بردی. اگه اون آووکادو رو نمیخوری میشه من بخورم؟ البته حتی همش مال خودت. فرخ جون میشه اینو بدی؟ وای خیلی خوب شد. من خیلی گوجه دوست دارم. آره اگه دست نمیزدی من تعجب میکردم. دمیر مروه رو برده گلخونه وداد. خب چرا؟ راستش خیلی منطقیه. گلخونه و گل و این چیزا خیلی براش خوبه. مگه وداد همون دوست دمیر خان که گلخونه داره نیست؟ شما وداد خان از کجا میشناسی؟ چیزی که به گالری هنر اضافه کرد خیلی تاثیرگذار بود. میگم میخوای ولش کن. اینجوری سر و صورتت خاکی میشه. وای واقعا من اینطوری دقت شما رو هم خراب میکنم. ببخشید. دقتم؟ منظورم تو کاشت گلاست دیگه. راستش وقتی من دارم کار میکنم اگه یکی کنارم همش اینطوری هی دماغشو بکشه بالا عصبانی میشم. نه من نمیشم. عادت دارم. کسی که ذهنش به هم میریزه میاد گلخونه. من الان اینا رو کاشتم. یعنی تو گلدون گذاشتم. ببینین خوبن؟ یعنی اگه خوب نیست بکنم بعد دوباره بکارمشون. حتی اگه دوباره نشد دوباره بکنم و باز دوباره بکارم. یعنی به هر حال زندگی جای امتحانه دیگه مگه نه؟ یعنی گلا پژمرده میشن، پرپر میشن. خب اینو اصلا مهم نیست، به ما ربطی نداره. مروه اگه میخوای تو برو یکم بشین.
اول اینو بخور. تو اینطوری هر حرفی که بهت میگن رو انجام میدی بدون اعتراض؟ بابام سرهنگ بازنشسته است. پس سرهنگمون اهل دستوره. من تو این دنیا فقط یه بار خودسری کاری انجام دادم، فقط یه بار. اون موقعم دیگه بعدش نه خانواده‌ای برام موند، نه شوهری، نه کاری که بتونم انجام بدم. بابام میگفت قوانین برای محافظت از آدما ساخته شده. انگار راست میگفت. یکم به اطراف نگاه کن. به نظر چند تا گونه گیاه اینجا هست؟ نمیدونم، یعنی خب احتمالاً زیاده. زیاد؟ به نظرت آیا برای همه این گلا جداگانه قانونی وجود داره؟ بعضی از اینا آفتاب میخوان، بعضیاشون سایه. بعضیاشونو باید هر روز آبیاری کنی، بعضیاشونو زیاد آبیاری کنی میپوسن. بعضیاشونو کنار هم بکاری خوبه، اما بعضیاشون کنار هم همدیگر رو خشک میکنن. تو الان راه خودتو پیدا میکنی که چی حالتو خوب میکنه و چی تو رو تو زندگی نگه میداره. باید اینو بفهمی. ممکنه چیزی که برای دیگران خوبه برای تو خوب نمیشه. اما بعد از این هیچی حال منو خوب نمیکنه. چیزی که الان درونت هست معلومه که خیلی بهت نمیسازه. مروه، نمیتونی تو خاک اشتباه ریشه بندازی. تو الان به زور میخوای خودتو جا کنی یا اینکه میخوای جای خودتو پیدا کنی و شکوفه بزنی؟ به نظرم اول در مورد این تصمیم بگیر. خب فهمیدم اما نباید اینقدر سخت میشد. سخته؟ اما به من یه چیز راحت تو زندگی نشون بده. مگه نه؟ مروه، خیلی کار داری. استراحت کافیه، زود باش. خاک بریزم. بریز. آره، اونو بلش کن با دستات. آره، با دستات فشار بده. خاکو خوب فشار بده. خوب. آره، زیاد خوبه. بیا تو. دمیر خان، برای گالری یه چیزایی طراحی کردم، بهتره با هم ببینیم. منم میخواستم بپرسم حال مروه چطوره بعد برم. بیا آیدا. مروه خوب میشه. زمان نیاز داره. یکم نیاز داشت ذهنشو مشغول چیز دیگه کنه، برای همین امروز تو گلخونه کار میکنه. اما بهتره شب تنها نمونه. باشه دمیر خان، ما حواسمون بهش هست. پس شب بریم گلخونه. باشه آیدا. باشه. پس موفق باشین. ممنونم. دمیر خان، اینا طراحی هستن. اینا هم هستن. آیدا خانم، چرا اینا رو جدا کردیم؟ کدوما رو دمیر خان؟ اینا رو. اون دیوارای کم ضعیفن، منم برای اینکه فشار زیادی روشون نباشه. آره اما نمیدونم. ای با ابراهیم خان، خوش اومدی. سلام. منتظر آیدایی؟ نگفته بود که میای. آی، من کلن تو رو فراموش کرده بودم. کلن؟ پس این تو؟ نه جونم، کلن نبود. مگه میشه زنی شما رو کلن فراموش کنه؟ ابراهیم خان خوشتی. یعنی چشم داریم و میبینیم دیگه. آی ابراهیم، خیلی معذرت میخوام، خیلی منتظرت گذاشتم. آره کاش میومدی تو. خب دوست ندارم با آدمای نچسب روبرو بشم. آی ایبو، اینقدر به این چیزا گیر نده. درس مایدا دلایل قانع کننده ای داره. امروز اتفاقای بدی افتاد، عقل از سر همه پرید. یعنی شما یه روز بی دردسر ندارین لروکس؟
باز چی شده؟ مروه داشت وسط شرکت قش میکرد. دمیر خانم دستشو گرفت و برد. کجا؟ گلخونه بداد. ما هم داریم میریم دنبالش. اما ما برنامه داشتیم آیدا. صبح که بهت گفتم دوستم منتظره. آره راست میگی، قرار بود بریم با دوست آشنا بشیم. حالا چی کار کنیم؟ باشه عزیزم، تو برو به برنامه‌ات برس، یعنی از دست نده. آره عزیزم، ما میریم پیش مروه. باشه، اما قرار بود شب بیاین پیش من، گرچه من بهش کلید دادم. پس این کارو بکنیم دخترا، شما مروه رو بردارین برین خونه من. خب منم کارم تموم شد، زودی میام خونه، اونجا میبینمتون. باشه باشه فدات شم، تو برو به کارت برس. میبینمت ایبو. اگه فکرت اونجاست میتونی با اونا بری. نه ابراهیم، تو هم زود ناراحت نشو دیگه. خب دیگه بریم. وای گلا رو ببین دختر. لروکس، اینجا خیلی خوشگله. همینطوره. دیدی؟ چیو؟ وداد خان موقع کار کردن جذاب تره. اینطوریه دیگه. ببین هم داره یه کار سخت انجام میده، هم یه کار خیلی ظریف. اینطوری آدم رو به خودش جذب میکنه دیگه. خانوما خوش اومدین. ممنون. آره به خدا خیلی خوش اومدیم. خب دختر ما کجاست؟ راستش از کار کردن هلاک شده. آی قربونش برم. راستش وداد خان اینجا خیلی خوشگله، منم که راضیم هر روز اینجا هلاک بشم به خدا. خب این کارو بکنیم، شما بریم پیش مروه، منم چای دم میکنم و میارم. خواهش میکنم لطفاً. عزیزم. آی من چم شده، خوابم برده. کار خوبی کردی. آیدا گفتی شب اصلا نخوابیدی، الان یکم استراحت کردی. نکنه خوشگل من چشم خورده فداش بشم. فقط دستات یه مدت درد میکنه مروه. امشب قبل خواب یه مسکن بخور، خوب میشه. خب بذار درد کنه، حداقل اینجوری درد قلبمو فراموش میکنه. میگذره عزیزم، میگذره. نگران نباش عزیزم، امشب همه با همیم. کل روزم که تو گلخونه با وداد خان استراحت کردی. وقتی شب رفتیم خونه میشینیم قشنگ غیبت میکنیم، اصلا به بورا فکر نمیکنیم. دیگه چیزی برای غیبت وجود نداره. یعنی فقط یه ما بودیم که حالا ما هم داریم جدا میشیم. دیگه تو شرکتی جفتی وجود نداره که غیبتشو بکنیم. اینجوری میگی؟ بورا ایلول عزمیه، یکم انصاف داشته باش. دختره 2 روزه اومده شرکت، به خدا با سرعت نور داری پیش میری. من عشقو میبینم فدات شم. من جفته عاشقو سری تشخیص میدم. دمیر خانه تو رم سری تشخیص دادم. وقتی میگم بوراک ایلول یعنی حتما یه چیز میدونم. باشه عزمیه جون، هر چی تو بگی. خیلی تعجب کردم ما رو خونشون دعوت کرده. فکر کردم بیرون هم دیگر رو میبینی. نیازی نیست استرس داشته باشی عزیزم، دوست نزدیکمه، مطمئنم ببینیش خیلی ازش خوشت میاد. اینجوری میگی ابراهیم؟ البته. بیا. خوش اومدی ابراهیم جون. ممنون. سلام، من بویم. آیدا. بیاین داخل. ابراهیم جون خودت راه بلدی.
ابراهیم لجبازی کرد که برای غذا نمیان. منم واسه عصرونه چیزایی آماده کردم، حتی چایی هم دم کردم. برم بیارم، شما راحت باشین. بشین عشقم بشین. بوگه عاشق غذا درست کردنه. هر چیزی یاد میگیره رو ما امتحان میکنه. شنیدم. اینقدر حرف نزن، بیا به من کمک کن. آمدم. الو عشقه. لروکس گلخونه ای؟ آره اینجاییم، اما وضعیت خوبه، نگران نباش. تو چی کار میکنی؟ منم تازه اومدم خونه. گفتم حالا که تو نیستی راحت تو خونه استراحت کنم، یکم دراز بکشم. واقعا که من نمیذارم استراحت کنی. ببین اینو یه گوشه نوشتم. هر جا که میخوای، هر طوری که میخوای بنویس. بعدش هم بیا اینجا بلای جونم شو. منم بهت اجازه میدم. تو خوبی؟ چی شده بد اخلاقی نمی‌کنی؟ انگار من از الان دلتنگ دمیر ارندیل بد اخلاق شدم. همه دمیرا مال تو، همشون مال تو، همشون فدای تو بشن. دلتنگ همشون هم بشو. خب کی برمیگردی خونه؟ نمیدونم، ما هنوز اینجاییم. خوبه، تو راحت باش. کارت که تموم شد به من خبر بده، خودم میام دنبالت. دمیر ما امشب مروه رو میبریم خونه آیدا. شاید من امشب اونجا بمونم. نه نمیشه، اینجوری نمیشه. دیرم بشه، حتی نصف شبم باشه تو باز زنگ بزن. حتی تو اونا رو بخوابون، بعدش به من زنگ بزن، من میام دنبالت. یعنی چی؟ میگم بیا خونه، بیا خونه. کلی چیز اینجا منتظرتن. ساکیز هست، چیچی هست، موسیو لاک پوش هست. میدونی حتی کاراماک برای امشب میز رزرو کرده. منتظرشون نذار. در ضمن چیزم هست، آخرین نفر تو لیست دمیر ارندیل. البته اونم زیاد مهم نیست، اما تو به خاطر بقیه بیا باشه. دمیر تو راحت باش. شاید منم یه سر بیام پیشت. خیلی خوب باشه، میبینمت. های دمیر، هوش و حواس برام نذاشتی. الان داد میزنم میگم دمیر ارندیل رو دوست دارم، اون وقت جلوی مروه زش میشه. باشه من قطع میکنم. به وداد سلام برسون. باشه میرسونم. دیوونه. خوبه. چون تو دانشگاه با هم آشنا شدین پس شما هم دامپزشکین، درسته؟ نه آیدا جون، چی کار کردی؟ من به سگ و گربه آلرژی دارم. حتی الان به خاطر موهایی که به لباس ابراهیم چسبیده تا صبح خوابم نمیبره. معلومه خیلی ترسیدی. آره چون هنوز اونطوریم. یکم دیگه عطسم میگیره. نگران نباش، چون داشتیم میومدیم اینجا لباسمو عوض کردم. وای، چون ما خیلی وقت همدیگر رو میشناسیم با هم راحتیم. تو برای آیده تعریف نکردیم و چجوری با هم آشنا شدیم؟ خیلی افسانه‌ای بود. به نظرم اصلا وارد این موضوع نشیم بوگه، چون اگه وارد بشیم تو همش میخوای حرف بزنی. اینطور نیست؟ چرا ابراهیم جون؟ من میخوام بدونم شما چجوری آشنا شدید. لطفاً به من نگو شما. هر دفعه فکر میکنم کسی پشتمه. لطفاً به من بگو بوگه. باشه بوگه. گوش کن، ما تو دانشگاه بودیم. خب من اون موقع حقوق میخوندم. راستش اونجوری شد که با آبجی ابراهیم تو یک کلاس بودیم. ابراهیم هم اون موقع تازه اومده بود دانشگاه. یه پسر جذاب بود. دخترها مثل پروانه دورش میچرخیدن. البته من خوشتیپمون رو گیر انداختم. جلوی آبجیش هم سوتی نداده بود. ماها از این موضوع اطلاع نداشت. بعد از اینکه فهمید بدجوری از دستم عصبانی بود. یادته؟
آره. البته این موضوع مال خیلی وقت پیشه. الان با هم دوستیم. تازه خیلی وقت پیداش نبود. میدونستم با یه سورپرایز برمیگرده. یعنی چی؟ سورپرایزشو پسندیدی؟ پسندیدم. عاشقش شدم. چرا دروغ بگم؟ دختر واقعا با نمک ابراهیم. مگه نه؟ نوشه جان، نوشه جان، ابراهیم جان. پس من با اجازتون برم، چون منم دوستایی دارم که منتظرم هستن. گرزم خیلی خوب شده، اما یه کمی خشکه. ولی خب شما لطفاً به امتحان کردن ادامه بدین. چیزه؟ خب میگم با هم بریم. ابراهیم چون تو اصلا خودتو تو زحمت ننداز. بشین لطفاً. برو بشین، راحت بشین. بعدن میبینمت. راستی از دیدنتون خیلی خوشبخت شدم. خیلی. راستی من یه کافه دارم، اگه دوست داشتین هر از گاهی تشریف بیارین. شاید اونجا می دستور پخت یاد بگیرین. دوبله شده در استودیو جیم. من میدونستم اینطوری میشه به خدا، اما حرف گوش نمیکنه. این دختره چرا اینجوریه؟ کاش که تو گلخونه میموندیم. شاید اینم یه چند تا گل میکاشت حالش خوب میشه. یکی دو تا گل میکاشتم. یکی دو تا گل برای من کافی نیست. من باید کل درختای جنگل رو میکاشتم. دختر بعد میگفتی حرفی برای غیبت نیست. چرا مخفی کنم؟ چند سال گذشته. دختره فقط دوستم بوده، اونم یه دوست صمیمی. دمی آدما که ربات نیستن تموم بشه بره پی کارش. یعنی ایبو اصلا با خودش فکر نکرده که من الان دارم دوست دخترم و با اون دختر سر یه میز میشونم. عشقم الان چه فکری میکنه؟ شما خسته نشدین دوستان؟ نصف شبیه. موضوع چیه؟ وقتی رفتین خودتون میفهمین، اما خواهشاً سعی کنین آروم باشین. من حتی برای حل مشکل کارمو شروع کردم. آهان، یعنی یه مشکلی هست. مشکل داشتیم. میتونیم این کارو نجات بدیم؟ من حاضرم. خیلی دوست دارم بدونم ایلول که تصمیم هیئت مدیره رو میدونست چرا به ما چیزی نگفت. با این حالت نمیتونی با ایلول حرف بزنی.